سلام دوستان، میخوایم که یک کارایی جگر گوسفند تیار کنیم که همراه ما باشید. اول پوست جگرهای خود جدا میکنیم. پیاز رو خرد میکنیم. من میخوام که از چربی خود گوسفند استفاده کنم برای سرخ کردنش. روغن که داغ شد تاش پیاز می‌ریزیم. دیدی که کمی پیاز نرم زعفران، فلفل سیاه، 3 دندان سیب، جگر سرش اضافه می‌کنیم. میبینیم که چی سرخ شده و سر اضافه میکنیم. حالا نمکی باید اضافه میکنیم. من کمش رو جدا میکنم به خاطر بچه خود، چون خورده نمیتونه. 2 دندان مرغ تون که از عرب گرفتم بچه اضافه میکنم و زیر بازش خاموش میکنیم